سلام، وقتتون بخیر. امیر سعید هستم. یه ویدیو دیگه در رابطه با NDS رو با هم دیگه مرور میکنیم. آنچه که توی بازار میبینیم. فرض بگیرید که ما اومدیم، البته بگم این عنوان یه لقمه شکار رو من انتخاب کردم، ولی اگر شما چیز بهتر و جالب تری به ذهنتون میرسه بفرمایید با من به اشتراک بذارید تا اصلاحش بکنیم. هدف چیه؟ ما میخوایم از توی این جنگل بسیار وحشتناک یه لقمه نون برداریم و بریم خونمون. دقیقاً هم قرار شد مثل شکارچی بعد عمل کنیم. خب از طرف دیگه قرار شد ما وقتی که نمودار رو باز میکنیم، اگر چیزی دیدیم معامله میکنیم، اگر چیزی ندیدیم معامله نمیکنیم. یعنی ما باید بتونیم بازار رو تا جایی بخونیم و ما بقیش یه درصد خیلی کمیشو حدس بزنیم. در واقع از 80% 90% داده داشته باشیم، ما تا 20% رو میایم حدس میزنیم و بر اون اساس ریسک میکنیم که میگیم انتظار داریم چنین اتفاق بیفته. خب من صبح مثلا فرض بفرمایید که ساعت 8 صبح نمودار رو باز کردم، اینقدر دارم میبینم. این چیه؟ هیچی، من دارم یه ریزشی رو، یه افزایش قیمت میبینم، یه ریزشی داشته اینجا و دو مرتبه افزایش داشته. خب چیز خاصی به من نمیده. میام جلوتر مثلا 2-3 ساعت بعد میام اینجا نگاه میکنم، میگم خب اینجا اومده، مثال فرض بفرمایید که اینجا من یه حالت فلگی دارم، یه رشد قیمتی اسپایک داشتم، اینجا هم یه حالت فلگی دارم ولی سیمتریش منو جذبم نمیکنه، به نظرم یه مقداری مشکل داره. میام مثلا اینجا یه بازار وای میسم، میبینم که خب انگار داره یه اتفاقاتی میفته. اینجایی که من یک دونه فلگ داشتم کم کم پازل من داره آماده میشه. خب یک فلگ دیگه هم اینجا دارم و یه حالت فلگ داره اینجا شکل میگیره. چرا؟ من که با یه نگاه متوجه نمیشم که. میام کنار هم میذارم پازلا رو تک 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 ببینم چی به من میده و احتمالاً چه شکلی رو میخواد برای من درست بکنم. اجالتا دست به نخ چیزی که دارم اینه که آقا من یک فلگی دارم که داره ظاهرا یه هوکی رو درست میکنه. خب اگر قرار باشه، ما گفتیم چی؟ وقتی سایکل میخواد عوض بشه، سایکل مثلا با فلک تموم میشه هر سایکلی، بعدش میاد هوک ورالی میکنه. درسته؟ حالا همیشه آیا هوک دوم بزرگتر از هوک اوله؟ نه، بعض وقت هم یه هوک کوچیک میزنه میره. گاهی وقتا فقط با یه هوک میره، گاهی وقتا با یه دونه اند، یعنی یه هوک خیلی کوچیک، در واقع یه فلگ بزرگ میزنه، یه اندی کوچیک میزنه میره. کجا کی اندی میزنه کی نمیزنه، کی 2 تا هوک کی 3 تا هوک، واقعیتش من هیچ جوابی براش ندارم، نمیدونم. ولی چیزی در واقع بزرگترین، یعنی نزدیک به یقینش، نزدیک به احتمال بالاش اینه که وقتی که فلگ میزنه و بازار میخواد تغییر جهت بزنه، وقتی که ولوم نباشه این هی هوک میکنه، هی میره بالا. درست شد؟ ریز میره بالا. اینجا چرا؟ چون حجم نیست، اوردر نیست توی بازار و بعد یه دفعه اسپایک میکنه و میره بالا. حالا قطعا دلایل ریاضی زیادی داره و قوانین خودشو داره که خب من نمیدونم. خب گفتیم بازار اینجا هست و چیا داریم؟ گفتیم یه دونه فلگی برای ما محرز شده، حالت فلگ اینجا هستش. قرار شد ما وقتی که میخوایم روی یک فلگ معامله بکنیم خیلی وسواس خرج میدیم، هم توی سیمتریاش، هم توی 1-1-2-2 و هم توی شکلش. ولی وقتی بازار رد شده و بعدش مثلا من این شکل رو دارم و بعدش دارم حالت کاسه یه فلگ رو در حال شکل گیری میبینم، من میگم خیلی خوب، پس من این شکل رو به عنوان فلگ قبول میکنم. این دیدگاه شخص من هست، ممکنه دیگری قبول نداشته باشه این دیدگاه رو. اجالتا حالا اگر قرار باشه که این هوک باشه، من توی هوک وقتی واردش میشم، من امیر سعید، که 2 تا فلگ رو ببینم، از این 2 تا یک دونش رو باید کامل واضح بتونم تشخیص بدم با سیمتری درست. اوکی. بنابراین اگر چنین چیزی من دیدم، میگم اوکی، من روی این هوک روی 86ش وارد معامله میشم با استاپم و یه دونه تیپی ازش برمیدارم. خب پس حالا مثلا فرض بفرمایید قیمت رسیده اینجا، من اینجا رو تحلیل میکنم. چطوری؟ حدودیه دیگه، چون اینقدر بازار فرکتاله و پیش در پیچه، ما
در واقع ممکنه یه جایی که F1 تشخیص میدیم F2 باشه یا اصلا F3 باشه یا توی هوک باشه. به هر حال تشخیص ممکنه اشتباه باشه. ما با قیمت پیش میریم، همیشه که قیمت داره میره جلو و مرتب خودمون رو و برداشتمون رو اصلاح میکنیم. حالا که قیمت اینجاست، من سعی میکنم میگم اگر این لیگ پایین هوک باشه و اگر قرار لیگ سمت چپ باشه و اگر قرار باشه هوک من چنین چیزی رو اتفاق مثل رقم بزنه و قرار باشه از اینجا بریزه، پس اینجا باید یه سایکل کامل من داشته باشم و یه سایکل کامل هم اینجا داشته باشم. آیا همواره همه سایکل ها رو همه جای بازار ما میتونیم بخونیم؟ جواب خیره، نو. ما نمیتونیم هر لحظه بخونیم. اون قسمتیش رو که میتونیم بخونیم میایم وارد معامله میشیم. خب حالا من فرض که میتونم بگیرم که مثلا فرض میگیرم، ببینید الان اینجا به چشم من شبیه F2 میاد. چرا؟ من میبینم یه حالت فلگی دارم که اومده با یه دونه 1 2 هم بستتش. یعنی تو اون قسمت فلک ها که تعریف هایی که کردیم، این قسمت برای من شکل F2 هست. اگر این قسمت برای من F2 باشه، راجع به سیمتریاش حرف زدیم دیگه، گفتیم F2 معمولا بزرگتر یا کوچکتر، بزرگتر یا هم اندازه F1. خب اینم میتونه F1 باشه، اینم میتونه F1 باشه، قطعیت نیست. داریم بررسی میکنیم. از طرف دیگه نگاه کنیم، مگه ما نداریم توی در واقع سایکل استراکچر، ساختار سایکل، بگیم هوک رالیمون چیه؟ گفتیم F1 با 1 2 برمیگرده، F2 با 1 2 برمیگرده، F3 و فلک. این 1 2 های برگشتی معمولاً بسیار واضحه و یکی از نقاط تاییدیه برای من محسوب میشه. من میام نگاه میکنم، میبینم اگر این F1 من باشه، این 1 و 2. اگر این F2 من باشه، این 1 و 2 منه. درسته؟ خب اینجا من یه چیزی رو لازمه توضیح بدم. فکر میکنم تایم ما رفت رو 7-8 دقیقه. من قبل اینکه توضیح بدم این توضیح میذارم برای در واقع پارت بعدی.